همه وقت موفقیت میخواهیم به همین که ما را شب روز چی میکنه محافظت شب روز همین شهرمون میگردیم مثال نوترسیده میگردیم دلمون پرای که در همه کوچه ها ملیسه هامون هستن. به نظرتون فعالیت میلیسای تاجیک چگونه است؟ با فکر من قناعت بخش. سوزه 100% باشه خوبه. کدام کمبود است که باید حل کنند در کارشون؟ نه ندارن کمودی سوزن. خستن بعضی بیگناه را غم میتیان مخصوص همین ماشینا را تا حقش نگیره غم میتیه عقلشون همینجا نادرست میکنن او قدر سخت مرداری نیست که همین شفیارای بیچاره 4 سوم کار میکنن به همون اینم تاکسی ها مخصوص اما اینا هم خواجگی دارن اینا هم کودک دارن زندگیشو در کار نمیتونن. کار پلیس یگان پرابلم بر ما ایجاد تنوز نکرده 8 ماه که در این تاجیکستان هستیم یگان کسی بر ما غم ندادن دیگه ما ازشان خوش هستیم. اما دیگر پناهجویان خیلی شکایت دارن که پلیس آنها را اخراج میکنند اذیت میکنند. حتما کدام خلاف کردن که اخراجشان میکنن خلاف نکنه هیچ کس رو نه اذیتت میکنه نه اخراجت میکنه. محافظت کنن خشرو محافظت کنن و بعضی ها است که خلق بای میکنن خلق میبخشن آدمو است که خلق بعضی ها رو زلال میرسونه آن همینا رو بهتر کردنشون برکار. Стимулировать, наверное, милицию. شاید حکومت کارمندان میلیسا را هوسمند کنند تا چیزی که مردم دربارهشان میگویند انجام ندهند. همچنین آنها ضد فساد و با عدالتانه کار کنند. این البته هوسمندگردانی است. در روسیه مثلا معاش خوب دارند و کورپسیا بسیار خوب کار میکند. برای کمترین رشوه در راه زندانی میکنند. من فکر میکنم برای بهتر شدن کار از دولت بستگی دارد. Потому что за каждую взятку садят сразу, но чтобы здесь было все правильно. Я думаю, только от правительства зависит. همه امنیت همین تاجیکستان بودگی ما خواهش داریم که یگان کمبودی دیدگی نیستیم و که با نسبت خلق نسبت همین رانندگان معامله سستر کنن. یعنی مناسبت میلیسا چه خیلی است با راننده و با مردم؟ نه با مردم ساز ما یگان وای نداریم با شما پیشنهاد که وای کرده که پیشنهاد کنیم پیشنهاد ما همین که چقدر معامله نقص کنن با همین قدر تنجی و امانی بسیارتر میشن. پیشنهاد من همین که همین میلیسا خودشون خودی میلیسا رو نظارت گرفتن در کار کلاناشون راهبراشون نظارت بگیرن همه خوب میشود. مثلا کدام بخش کارشان کار دا میرم گفته میلیسا участковый برآمده میره و یک طرف دیگه کار نیست در عمل در کیم کدام طرف گشت است همین رو اگر به شرط به نظر گیرن بهترین میشود.